گم شده. پیاده شو. یالا داداش تو رو خدا بذار من اینجا بمونم، به خدا فرار نمی‌کنم، به خدا میخوام درها رو قفل کنم، تو رو خدا تو رو خدا داداش اینا منو میکشن. مگه شما به انگشت بچه رحم کردین؟ چرا باور نمی‌کنی؟ به خدا من از هیچی خبر ندارم. خفه شو. بیاین بیرون وگرنه میکشمش. بیاین بیرون، بیاین بیرون. کجا این لعنتی ها؟ یالا جواب بده. الان بگم نمیدونم میخوای عصبانی بشی، اما به خدا نمیدونم. مرتی که خپل میزنم. به خدا نمیدونم. بچه رو کجا نگه میدارین؟ بچه رو کجا نگه میدارین؟ یالا حرف بزن. نشون بده کجاست؟ بچه کجاست؟ بجام اون طرف را بیافت. از بچه کو؟ به خدا نمیدونم. کجاست مرتی که کجاست؟ به خدا نمیدونم. تو منو سر کار گذاشتی؟ من خبر ندارم. چه کجاست؟ به خدا خبر ندارم. سادم حرف بزن. نمیدونم. بگو تو منو سر کار گذاشتی؟ عمو حسن نندازونو تو چشم. داداشم اینا کجا؟ خبر که رسید فلنگو بستن. فلنگو بستن؟ چی کار میکردن؟ منتظر شما میشدن اینجا؟ داداشم یعنی میدونه؟ اینکه چه غلطی کردی؟ میدونه. اما به خدا من هیچ گناهی ندارم، اصلا نفهمیدم از کجا در اومد. میخواست منو بکشه. پسرم اینا رو به من نگو، به برادرت بگو. این کیه؟ بابای پسر است؟ چه میدونم عمو، چیزی نگفت. با کتک کاری اومد جلو بی شرف. ببین زانومو شکست، زانومو شکسته. اما اینو چی کارش کنیم؟ میکشیمش؟ جامونه که یاد گرفت، صورتت هم دید. چاره دیگه ای نیست، باید تمیز بشه. بگیرم. چرا به من میدی؟ من توبه کردم، با فالکو حرف زدم، جون میدم اما جون نمیگیرم. اما من باید بزنمش؟ چطوری بزنم؟ چطوری بزنم؟ چطوری؟
بده شما پسرم، بده. در رو قفل میکنیم و میریم. تنهایی میمیره. باشه عمو. بیا پسرم، بیا بریم. یعنی پلیس هم باهاش بوده؟ حتما بوده. خیلی وقت گرفتنشون. ما اشتباه کردیم، رسما اشتباه کردیم. من میدونم اینا تا الان اعتراف کردن، حتما هم کردن، میدونم. اما حسین عمران حرف بزنه، تیکه تیکش هم کنن، آدم فروشی نمی کنه. اما فاهیر میفروشه. سگ کسی. حرف دهن تو بفهم. من اگه جایی تو بودم تا الان بلیتشو صادر کرده بودم. گوش کن، تو جای من نیستی بکری. حد خودتو بدون. داش پلیس داش فروخت دارم بیچاره شدیم داش. فکر احمقانه نکن. تو به راهت ادامه بده. آروم ادامه بده. میتونی رد شی. میتونی رد شی. قصه در رفتیم داشت خیال داد. من شما رو از کجا پیدا کردم؟ تا دوتا پلیس میبینین عین میت رنگتون میپره. نه داش اینطوری هم که میفرمایید نیست. به جام گاز بده.
خوب شد یارو رو نکشتیم نه؟ اینطوری خیلی بهتره. حالا نمیدونم خیره یا شره. حالا میبینیم. تو دعا کن یارو از اون سوراخه نتونه بیاد بیرون. داداشم منو میکشه نه؟ داداشم منو میکشه. نه ترس نمیکشه. یکم تنبیهت میکنه همین. جدی میگم او؟ معلومه پسر برادرشی، شوخی که نیست. اگه میخواست بکشدت منو اونجا نمیذاشت، ولت میکرد تنها. اون یارو هم راحت میکشتت. تلفن یارو داره. بندازش بیرون تا قبل از اینکه رادیو بیمون کنه. جواب نمیده. امیدوارم بلایی سرش نیومده باشه. همینو کم داشتیم. کرمو ول کردیم، نگران یه غریبه شدیم. نباید کلا این یارو رو میگرفتیم. امیدوارم همه چیز بدتر نشه. دیگه بدتر از این. انگشت پسرم. لیلا، برای زهر چشم گرفتن انگشتشو بریدن. ممکنه اگه اتفاق دیگه بیافته بکشنش. البته اگه تا الان نکشته باشنش. این چه حرفی آخه؟ این چه طرز حرف زدنه؟ این حرفه که میزنی؟ قرار نیست حرف زدن از تو یاد بگیرم کمان. لیلا عزیزم، نمیخواستم ناراحتت کنم، اما باید واقع گرا باشیم. پسر من زنده است داداش. آقا محمد پیداش میکنه و میاره. همتونم میبینی. خوبه، اگه میخواید اینو باور کنین. کجا داری میری داداش؟ هممون عصبی هستیم، درسته، اما تو هم بعضی وقتا زیاده روی میکنی. خوبه، پس بیشتر از این مزاحمتون نمیشم. اگه اتفاقی افتاد خبرم کنین. یا الله محمد. اینم بلیط خروجه.
باز شو لعنتی باز شو کاناپه گذاشتیم آفرین اشکال نداره محمد آقا فقط کاناپه است ممکن بود یخچال باشه الانم آنتن نمیده. چایی رو تو خونه میزنی
هی بر پسر، منو اینجا ول نکن. یالا پسر. ای جونم. منو اینجا ول نکن پسر. یالا روشن شو. آفرین بهت افتخار میکنم. قانون خانواده مستحکم‌تر باشد، می‌توان در تربیت فرزندان از آغاز تولد بیشتر دقت کرد و در تمامی شرایط چه سخت و چه محمد خوبی؟ آره گلریز خوبم. هیچ وقت به این خوبی نبودم. این چه سر و وضعیه؟ سوختی؟ تو فاضلاب سوختی؟ این چه بویی؟ یه سرت شکسته؟ الان قلبم وای میسته به خدا. باید بریم بیمارستان. من که نمیتونم اینطوری نگات کنم. همین الان بریم بیمارستان. خدا ساکت شو. وقت برای بیمارستان نیست. صبر کن. اما خیلی ناجوره ها. لازم نیست کاری کنیم. چند دقیقه استراحت کنم حالم جا میاد. بیا صورتتو پاک کن. بگیر. منم سرتو پانسمان میکنم. صبر کن. من الان کلمو میگیرم زیر آب. آره. اگه تو شیر آب بود بگیر زیرش. مگه آب نیست؟ نه. لوله ها ترکیدن. 100 بار بهت گفتم برو از اون طبقه بالایی بیشرف شکایت کن. مرد که نیستم حرفم برو داشته باشه. آره مرد نیستی ولی زبون درازی گلریز. زبون دراز. چیکار میکنی؟ میگی چه بلایی سرت اومده یا یه فصم خودم بزنمت؟ یه کار جدید گرفتم مربوط به اونه. ها همونطوری که گرفتی پسش بده. خاله جمیله اگه تو رو اینطوری ببینه سکته میکنه. امروز 100 بار زنگ زده بنده خدا. نگران بود. این چرا کار نمیکنه؟ برای اینکه قطعه. 2 ماه قبضو نمیدی خب معلومه که قطعش میکنم. میشه موبایل تو بدی زنگ بزنه؟ مال خودت کجاست؟ مردو برداشتن. کدوم مردا؟ بچه دزدا. چی؟ کدوم بچه؟ کی دزدیده؟ بچه کیو دزدیدن؟ تو رو خدا ول کن. اون تلفنو بده به مامان زنگ بزنم. تو رو خدا. ای وای بچه رو دزدیدن سرشم شکسته. بده. بیچاره شدیم. حالا تلفنم میخواد. بیا. هنوز نیومده گلریز؟ منم مامان من. کجایی تو پسرم؟ مردم از نگرانی دیشب تا صبح. گوشیتم که جواب نمیدی. نمیتونم باهات تماس بگیرم. آره تلفنمو گم کردم مامان. کارم تمام نشد. شب خونه دوستم موندم. چرا یه تلفن پیدا نمی‌کنی به من زنگ بزنی خبر بدی؟ ها اینجی هم کل دیشب و ناراحت بود و نگرانت وای که چقدر من ناراحت بودم دیشب. همش داشتم فکر میکردم این بچه کجا مونده، چی کار میکنه، پیش کیاست. وای همش خسته خوردم. دیوونه. ببین من اینجی کل شب نگران بودیم و نتونستیم بخوابیم. از شدت وای نگرانی که چقدر ترسیدیم. متوجهی؟ توهم زدیم. توهم نزنید مامان جان. توهم نزنید تو رو خدا. دختر تو ساکت شو. من باید برم داره دیرم میشه. برو پسرم برو. مراقب خودت باش. برو. مواظب خودتون باشین. آبجی میبوسمت. منو ببین. ما رو بی خبر نذاری یا زنگ بزن باشه؟ چشم مامان. نگران میشی ما شبا خونه اینو نمونیم. یادت باشه با من تماس بگیر. خدا پشت و پناهت قربونت برم. خدا نگهدارت عزیزم. برو پسرم برو. دختر بگیر ببینم. آفرین. خب چی خب؟ تو میکشی آدمو. این بچه کیه؟ کی دزدیده؟ بگو دیگه. نمیتونم بگم. سریه. برای منم سریه؟ دقیقا برای تو سریه.
همینقدر بهت بگم که پول خوبی قراره بدن. تا بگیرم همه قرضمو بهت میدم با 5 ماه از حقوقت پیش. ایول. اما آخه این چه جور کاریه؟ یعنی تو باید چی کار کنی؟ بچه رو پیدا کنم. چطوری؟ چطوریشو نمیدونم هنوز. اگه قراره هر روز از مرگ برگردی نمیخوام. درو باز میکنی یا خودم برم؟ روزتون بخیر. آقای محمد هستن؟ بله بفرمایید. بیا تو بیا. چه بلایی سرت اومده؟ نپرس. آقا کمال زنگ زد. وایسا را بیفتیم تو را تعریف میکنم. نتونستن با تماس بگیرن، از نگرانی دیوونه شدن. آره دوست داره آدم ها رو دیوونه کنه. آره عاشق دیوونگی هم. ببین صاحب این آدرس کیه برام پیداش کن. باشه. محمد جانم گلریز. مواظب باشی یا؟ باشه هستم. تو این کار یه دو دوزه بازی هست گفته باشم. منظورت چیه؟ هیچ کس جز خانواده کرم از جایی که رفته بودم خبر نداشت، اما یکی با آدما خبر رسونده بود. عجب. ببینم منظورتون چیزی که فکر میکنم که نیست. شایدم هست. محمد امکان نداره. نمیدونم. من فکر میکنم اینا همه بازیچه هستن. رئیس یکی دیگه است. یکی دیگه دستورا رو برای دزدیدن کرم به اینو میده. به نظر تو؟ آره به نظر همین خانواده رو خیلی خوب میشناسه. حتی فکر کنم یکی از داخل خانواده باشه. باشه فهمیدم، طولش نده. ببین این آدم بخواد همینطوری به دست پامون بپیچه این کار سخت میشه. اینجا همه چی رو به راهه، نگران نباش. باشه رئیس. اومدن. آقا محمد کرم کجاست؟ میخواین بریم بشینیم تو، اونجا راحت تر صحبت میکنیم. من یه چایی براتون بریزم. مرسی. نوشه جون. خیلی نزدیک شده بودم. نمیدونم چطور خبردار شدن، اما قبل رسیدن من کرمو برده بودن. این ساعت مال کرم بوده؟ بله، دفنه بهش داده بود. خیلی اینو دوستش داره. کجا پیداش کردین؟ تو انباری که منو زندانی کردن. یعنی کرم اونجا بوده؟ آره اینجور به نظر میرسه.
داداش بی زحمت منو ببر پزشک قانونی. قبلش باید 2 تا بلیط واسه مسابقه بشیکتاش بخرید. مسواک و شونه کرم هم لازمه و اون چیزایی که براتون فرستادن. این چیه محمد؟ اینا دیگه چیان؟ ببر بده دادستانی اینا رو. خب اگه وقت داشتم میبردم. چرا اینطوری میکنی تو؟ محمد بابا اینجور کارا درد سر داره. تو نگران من نباش، چیزیم نمیشه. زود باش. اما این آخرین باره. در ضمن جوابا رو برای امروز نمیتونم بدم. ایول دمت گرم. راستی قرضات هم رو هم جمع شدن ها. میدونستم اینو میگی. رشوه به مأمور دولت؟ چه ربطی داره؟ این قرضای قدیمیته. فقط دقت کن جاش VIP. آره میدونم. یادت نره. لیلا کجاست؟ پیش یاسمینه. خوبه که اینجایی. نمیخواستم لیلا رو تو همچین روزی تنها بذارم، وگرنه تو برام مهم نیستی. تو اصلا میدونی من چه حالی دارم؟ بچت از دستت بره و تو نتونی کاری بکنی. معذرت میخوام. ولم کن. خیلی دلم برات تنگ شده. چطور میتونی همچین حرفی تو این شرایط بزنی؟ چرا اینطوری میکنی؟ تو چی فکر میکنی؟ عزلم چند بار راجع به این موضوع حرف زدیم. شرایط اینو ایجاب می‌کرد. به خاطر تو من همه چیزم از دست دادم. به خاطر تو. به هیچ عنوان با من راجع به بخشیدنت حرف نزن. عزلم بیا بریم معتقد داداشم. نه اونجا عزیزم، خواهش میکنم. من اینجا بازی میکنم. مامان بیا دیگه. Aşkı elinden alan olsa da üzülme, üzülme, üzülme sakın. مامان تو کی اومدی؟ حواسم نبود ها. تو این آهنگ از کجا بلدی؟ استاد نوتاشو داده بود. تو از کجا بلدی؟ وقتی من کالج بودم همش این آهنگو گوش میدادیم. متن آهنگو بلدی؟ امتحان میکنیم. Aşkı elinden alan olsa da üzülme, üzülme, üzülme sakın. Seni ateşe salan olsa da bağına bahçen tavan olsa da hayata küsme, yaşamak güzel şey, yeter ki
bitmiş olsa da Paranda pulla bitmiş olsa da Kader köşe itmiş olsa da Üzülme sakın, hayat güzel. Yitip gitmiş olsa da Paranda pulla bitmiş olsa da Kader köşe itmiş. وای چی شد عزیزم؟ چیزی شد؟ طوری که نشدی؟ نه مامان داداشم برگرده دعوام میکنه. نه عزیزم نه دلش نمیاد. پسرم بیا دیگه، نترس، بیا، نمیکشدت، بیا. سلام علیکم. و علیکم. بیا تو. داداش برو خدا رو شکر کن که به اینجا ختم شد.